میلاد جان میخوام بریم سراغ یک مبحثی واسه افرادی که میخوان تازه کارشون رو تو اینستاگرام شروع بکنن. خب چه توصیه‌ای داری، چه نکته‌ای میتونی بهشون بگی که بهشون کمک بکنه واسه آدمای تازه کار؟ آیا دیر نشده الان؟ من همیشه میگم اینستاگرام یه خوبی و بدی داره، یه خصلتی داره که هم خوبی هم بدی. به هیچ کس وفادار نیست، اصلا وفادار نیست، خیلی بی‌معرفته. و این خوبیش اینه که باعث میشه آدمای جدید بیان، آدما تکراری نشن. بدیش هم اینه که واسه یه عده یه زمانی یه شهرتی به ارمغان میاره، یه زمانی یه درآمدی میاره و یک سال بعد اگه نتونن خودشونو با تغییرات سازگار کنن دیگه نیستن. اینجوری نیست که تو فکر کنی یه پیجی بالا اومد، مثلا میلاد مثلا پیجش الان فود بلاگر 4 میلیون فالوور داد. میلاد اگه امروز خوب کار نکنه 6 ماه دیگه از بازی اوته. دقیقاً. هیچ ضمانتی هیچ برای خودت. تو بزرگترین پیجو داری، اگه امروز به بعد کارتو ضعیف کنی همه فالوورات حتی اگه آنفالوت نکنن دیگه اصلا دیده نمیشی، تموم شدی. واقعا همینه و من همیشه میگم اونقدری که تو واسه اینستاگرام وقت میذاری همونقدر به تو پول میده. فکر نکنی که مثلا اوکی الان من یه کار خوب انجام دادم، نه اصلا ضمانتی نداره، بیخیالش بشی بیخیالت میشی. آره اصلا شوخی نداری، یه کار جدیه و اصلا هیچ چی میگن هیچ چک سفید امضایی به کسی نداده که من پای تو هستم. دقیقاً. الان نگاه کن از بلاگرها خصوصا واینرها ما خبری ازشون نیست، یه سریا نسل اول و دوم هیچ خبری ازشون نیست. آره. هر ماه هر 6 ماه بار آدمای جدید داریم، دیدی؟ آره. بعد مثلا حالا من نام نمیبرم سوء تفاهم نشه، ولی چندین بلاگر بودن که یه دوره اومدن واینر یهو ترکیدن، میلیونی ویو گرفتن، افت شدید، تبلیغات شدید، یه دفعه وضعیت مالی تغییر کرده و الان نیستن. یعنی اینا اولش نبودن الان اگه مثلا یه زمان مثلا 10 سال در نظر بگیریم که از این عمر اینستاگرام اومده، اینا سال 5 اومدن، سال 7 اوت شدن. یه سری سال اول اومدن، سال دوم اوت شدن. اینو من بگم بعد دوباره بریم سراغ اون داستانی که آدمایی که تازه میخوام برن تو اینستاگرام باید چیکار کنن. جواب اون سواله که چرا ما حالا سالهای طولانی سعی کردیم که جزء نفرات برتر باشیم، من جواب این رو من اگه اجازه بدی من بخوام بگم. آره خیلی خوشحال میشم. به نظر من تمرکز، یعنی من محمد رضا زاکری همیشه اولین، دومین، سومین کارم هم اینستاگرام بوده. یعنی مطمئن واسه تو هم همینه، تمرکز داشتی رو کارت. من دیدم دیگه از همکارانم یه نفر بوده یهو رفت تو بورس، آره یهو یه نفر دیگه بود رفت سراغ نمیدونم ببخشید دختروازی، یهو یه نفر دیگه بوده مثلا خوبه که یهو مثلا یه نفر یکی رفته تو رفیق بازی، یه نفر رفته تو نمیدونم چیزای مختلف. تمرکزش رو کارش نبوده. آخه تو همه چی همینه، تو همه. آره. ببین من یه بار بلش کن دختر رفت آره یه رفت داشت ولی چون حاشیه میشد نمی ولی معنای کلامم بود که من واقعا از خیلی چیزا گذشتم. این اصلا شوخی. ببین من تمام به مدت 1.5 سال تا همین چند ماه پیش تمام 5 شنبه هامو آشپزی بودم. هیچ مهمونی، من فکر کنم 2 سال مهمونی نرفتم. یه دونه مهمونی خانوادگی خونه خالم دعوت بدیم رفتم، اونم همین مثلا عید دیدنی بود. واقعا هیچ جا نرفتم، هیچ کاری نکردم. تایم استراحت و تفریح و همه چی من اون باشگاهیه که با هم دیگه میریم. ببین گذاشتم زندگیمو روی این. من اگه میخواستم آخر هفته برم عشق و حال، خب کی میومد اون پستا رو میگرفت؟ دقیقاً همینه که میگم. حالا شاید خنده دار باشه که ولی مثلا دختر بازترین مثلا فرد شهرک غرب مثلا یکی از رفیقامونه. خب یعنی این برنامه کنترین آدم ممکنه. خدا رو شاهد میگیرم همون چیزی که تو من 3 سال اصلا تو میگی دوست من 3 سال اصلا مهمونی نرفتم. خب من خب 4 سال اومدم تهران. یه چیزی میونه کلامت یاد نمیره بگم راجع به دختر بازی. من میخوام نه اینو بگم منشوری نیست. آقا همون دختر بازی
اونم تمرکز میخواد. آره ده. من یه دوستی دارم اونم جز اون اساتید این حرفه است. یه بار بهش گفتم که آقا چه جوریه، من مثلا حالا مثلا چند بار رفته بودم خونه، هر بار میرفتم 3 تا دختر متفاوت بودن با اینکه حضور همدیگه رو میدیدن، مثلا 3 تاشون هم روی این آقا کراش داشتن. بهش گفتم که ببین تو چه جوریه، راز موفقیتت چیه؟ خیلی جدی بهم گفت من 20 سال کارم اینه. خیلی جدی تخصصی مدرکش گرفته. آره میگه ببین من زمان گذاشتم خب اون هدفش تو زندگی اون بود. میگه ببین من زمان و هزینه گذاشتم، کار کردم که الان این 3 نفر اینجا نشستن، اینا میرن فردا 3 نفر دیگه میان. من کار با بعد اخلاقیش ندارم که اصلا پذیرفته نیست و من و تو زندگی ما اصلا این داستانا واقعیتش اینه که میدونیم یه جایی نداره. ولی میخوام بگم حتی اونی که آقا ببخشید تو دزدی، یه دزد خیلی خوب زندگیشو گذاشته پای یاد گرفتن مهارت‌های دزدی. دقیقاً. تو هر چیزی که میخوای اتفاق خوب برات بیفته باید بدونی، باید براش هزینه بدی، باید زندگی تو بذاری، تمرکزشو از خوشیت بزنی. آره بریزی تو اونجا. داشتم اینو میگفتم که افسانه تعادل رو بگو. افسانه تعادل هم آره یه چند وقت یه پست گذاشته بودی. آره گفتم که اصلا اگر میخوای تو کاری واقعا حرفه‌ای بشی، بعد حرفه‌ای در سطح بی‌نظیر، اگه تو زندگی 4 تا شعله داشته باشیم باید حداقل 2 تاشو خاموش کنی. یعنی ما 4 تا شعله داریم: خانواده، دوست، کار و سلامتی. آره ورزش، سلامتی. آره سلام. اگه میخوای مثلا تو کارت حرفه‌ای بشی و مثلا میگم به ورزشت هم میرسی، واقعا نمیرسی به دوستا خانواده اونقدر برسی. این واقعیته. بعد حالا این نفر اومده بود کامنت گذاشته بود میگفتش که نه داداش من آرایشگرم، خب باشگاه من میرم. عزیز من دارم در مورد فوق‌العاده ها صحبت میکنم. یعنی دارم مثلا میگم اگر میگم ورزش و سلامتی طرف، یعنی تو باید فکر مثلا قهرمانی حداقل استانت بشی. خب یعنی در این حد لولی. مثلا اگه آرایشگری باید آرایشگر در لولی باشه که مو که کوتاه میکنی 4 میلیون پول بگیری. داریم در این سطح صحبت میکنیم و واقعا اینه. یعنی مثلا تعادلش من هم به ورزشم برسم، هم به خانواده‌ام برسم، هم به دوستان برسم، مثلا نشدنیه. دقیقاً تو فیلم‌های هالیوودیه یه نفر هم خوش هیکل، هم ورزشکاره، هم تو مثلا مدیر عامل شرکت، بعد بچه‌ها خوشحال، خانومش خوشحال، همه چی عالی، پرسنل چیز خوش. نمیشه. من می‌خواستم AI هم نمیتونه اینقدر انعطاف داشته باشه. آره من می‌خواستم تو بحث دختربازی بودیم، بحث شیرینیه، ویو خوب میگیره. دوست دارم. من مخاطبا دوست دارم، من علاقه مخاطبا واسم مهمه. آره داشتم اینو میگفتم که این آدم دختربازترین دختر شهرک، دختربازترین پسر جواد خیابانی هستن. آره نه دختربازترین مثلا تو شهرک غربه. حالا دوستمونه با هم دیگه هم دوست شده. بعد خدایش بگم چند بار منو دعوت که من نرفتم. حالا کار به این نداره. من 4 سال اومدم تهران. اصلا قبل از اینکه بیام تهران من تا حالا شمال نرفته بودم. یعنی اصلا من مسافرت اونجوری بگی اصلا نرفتم. من تو خونمون یه ستونه، قطر ستونم زیاد، بعد همونجا تکیه میدادم، کنارم هم پریز بود که شارژر نزدیک باشه. واسه من که کار سوشال میکنن خیلی مهمه که این پریز نزدیک باشه. و من یادمه که شاید 6 ماه از خونه بیرون نرفته بودم. یعنی کرونا که شده بود خیلی واسم سخت نبود. یادم خیلی سخت نبود واسم، یعنی چون که اصلا اکثرش من خونه بودم، داشتم کار میکردم. شبا میرفتی با ماشین دور میزدی؟ آره فقط ساعت 11 12 که میشد یه دوری میرفتم میزدم. همین. بعد اینجوری مثلا شد که حالا پیج مثلا میگن 8 میلیون پیج چه جوری اومد بالا. واقعا از قید خیلی چیزا ما زدیم. خیلی چیزا. و این خیلی نکته مهمیه. همش سرمون تو گوشی بود. همش. واقعا مثلا من یه سری دوستان مثلا میدیدن یه وقتایی منو، خیلی اینو بهم گفتن ما تو رو میبینیم، مثلا میان خونم، بعد من اون موقع همزمان یه پیج بدانیم داشتم، یه پیج میلاد تستر داشتم و همه کارا رو خودم میکردم. الان خب همکارامون، هم شما کلی همکار خوب داری هم من، اون موقع نداشتیم اینا رو، خودمون همه کار میکردیم. چند دفعه آدما بهم گفتن ما تو رو میبینیم، از شدت استرسی که داری به ما میدی حالت تهوع میگیریم.
یعنی انقدر من اینجوری پشت سیستم تا 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 گوشی اینجوری با تلفن صحبت کن، بدو این کارو بکن، بعد استرس این که الان پست سر تایم رفت نرفت چی شد. این دوره گذشته و اینا رو شاید هر کسی ندونه، ولی حالا تو هر زمینه واقعا اصلا تو مقام مقایسه نیست، ولی به طور کلی اونی که مکانیک خوبی شده مطمئن باش توی گریس دست و پا زده، شبها توی کارگاهش خوابیده، از همه چیز زده تا الان شده مکانیکی که تو صف میکشی جلوی مغازش. اون دکتری که الان میرید نمیدونم 200 میلیون تومان میدی برای این عمل بینی انجام بده، 2000 تا دکتری هستن که اون کار انجام میدن، ولی اون یه دونه اون بوده که زحمت کشیده، زندگیشو گذاشته، تلاش کرده تا امروز بشه پرطرفدارترین. میلاد یه نکته هم بگم، این حرفه خب خیلی واقعی و صادقانه است، ولی میدونی اگه بخوان یه دوره‌ای بفروشن همون چیزی که میگفتی، میان چیکار میکنن؟ کار سخت رو آسون نشون میدن. دقیقاً این اصلا تکنیک فروشه دیگه. نه آقا دیدی دیگه، آقا درآمد دلاری میخوای، آقا تو نه نیاز داری گوشی داشته باشی، نه نیاز پول داشته باشی، نه نیاز خودت حضور داشته باشی، اصلا هیچ. تو فقط یکو بفرست، مثلا $1 میشه $1000. بعد میبینم 100,000 نفر یکو فرستادن. آره میفرستن. آره جذابه. آقا پینوکیو دیگه. ببین من همیشه مثال میزنم، میگم ما به اسطوره ها و به داستان ها نگاه کنیم. ما بچه بودیم همه داستان فیلم پینوکیو سریالشو دیدیم، خیلی قشنگ توضیح داد همه چیزو. گربه‌نره و روباه مکار میان به پینوکیو میگن یه دونه سکه طلا داشت که میخواست با اون سکه بره لوازم مدرسه بخره. اینا همش نشانه است. اون راهی بود که آروم آروم قرار بود به رشد برسه. رشدش از طریق درس خوندن و صبر و تلاش بود. اومدم بهش گفتم بابا مدرسه و درس و اینا چیه؟ سکه‌تو بده ما میکاریم درخت و سکه در میاد. آفرین. سکه رو از دستش گرفتن، مسیر رشدش بسته شد چون به امید واهی موند و اون درخت سکه هیچ اتفاق نیفتاد، فقط تایمش رو گرفت، امیدش رو گرفت، آیندهش رو خراب کرد. دقیقاً خیلی مثال خوبی بود. از این روباه مکار و گربه نره فراوونه و ما هممون بخش معصوم وجودمون اون بچه‌ایه که یه سکه دستشه، اون سکه وقتته، اون سکه اون پتانسیلی که برای رشد داری و حتی ممکنه واقعا سکه باشه، اون پولیه که در اختیارت قرار گرفته که برای هممون هم محدوده و اینا میخوان اینو از ما بگیرنش برای اینکه جذابه. از 100 تا بچه 100 تا سکه میگیره، پولدار میشه، 100 تا بچه بدبخت میشه. دقیقاً. میلاد یه چیزی بگم واسه اون افرادی که تازه میخوان کارو شروع کنن. خب میگم حرفایی که ما داریم میزنیم دردآوره، یعنی من دارم از سختی که کشیدم میگم، تو داری از سختی که کشیدی میگی. خب و واقعیت همینه. به نظر من اگر میخوای رشد بکنی باید بپذیری که مسیر آسونی نیست و با اینکه سخته ولی بری تو دل اون سختی و انجامش بدی. خب من یادمه تو ماشینت نشسته بودم گفتم میلاد جان من میخوام با آدم‌های لول بالا یه چیزی افتادم. چیز میگفت یه سریالی بود میگفتش که آقا جون اومد به خوابم، گفتم آقا جون بذار دستتو ببوسم. نه این خدای خیلی آخه جالبه. میلاد جان نه نکن، چون که داریم از سختی‌ها میگیم میخوام بدونن که چه سختی هم به من وارد شد. خب چون من اونجا آنالیز کردم دیدم آقا تو آدم موفقی هستی. یادمه اون موقع از نظر تو من موفقم، نظر خودم این نیست. ببین یادته که اکثرا هم درآمدمون تو یک لول بود حدودی. آره همیشه تو یه لول بود حدودی. بعد ولی من تازه از شیراز اومده بودم، تو هم بسیار آدم دیدم من موفق تو زندگی چه تو کار. بعد من همیشه اعتقادی دارم میگم از کسی مشورت بگیر که میدونی تو اون کار خوبه. خب اومدم پیش تو گفتم میلاد من میخوام با آدم‌های لول بالا ارتباط بگیرم، چی کار کنم؟ بعد گفتی صادقانه بگم؟ گفتم آره دیگه بگو. بعد گفتی این چه عطر مزخرفیه زدی، 90% الکل چیه؟ بعد من یه لحظه سرخ شدم گفتم خب
گفتی با این چه تیپیه تو زدی. خیلی مثلا معمولیه. بعد همینجوری من باز پوکر فیس بودم. بعد گفتی که آره گفتی در داشبورد رو باز کن. در داشبورد باز کردم، کریدیت اونتوس بود، اون فکر کنم 8 تومن اینا بود، نمیدونم. بعد گفتی ببین من اینو 8 تومن خریدم فقط، حالا این عطری که من همینجوری میزنم. گفتی با تو که درآمدت اندازه منه. اگر یه نفر تو رو تو خیابون ببینه نمیفهمه پیج 5 میلیونی 6 میلیون داری، اون زمان فکر کنم 4 5 میلیون لولت مشخص نمیشه. آره. گفتی من میدونم تو کی هستی ولی ظاهرت نشون نمیده که تو کی. 4 5 میلیون فالوور داری، وضعیت مالیت خوبه. ببین اون لحظه عرق سردی رو پیشونی نشست، چون حرف دردآور بود واسه من. ببین با اینکه خودم خواستم بشنوم، عرق سرده اومد، یکم دردم گرفت، ولی خدا شده با هم رفتیم دیگه. رفتیم 18 میلیون چه زمانی. خیلی زمین تو شمال میدادن. واقعا زیاد. رفتیم عطر گرفتیم. به تیپ خودم بعد از اون واقعا رسیدم. رفتم ماشینی که دوست داشتم و خریدم و ببین تغییرات واقعا احساس شد. و یادم اولین سمیناری که رفتم همه گفتن شما چقدر خوشتیپی. یه کت خوشگلم از هاکوپیان خریده بودم، گفت شما چقدر خوشتیپی، چقدر معلومه عطر بازی شما، این عطرتون چیه؟ خدایی تو همون سمینار 10 نفر گفتن عطرت چیه. من می‌خواستم به اینو واقعا با پوست و گوشت و استخون درک کردم. یادم که چی خریدی. اورتوورسی مگامار بود. بعد که اگر چیزی رو نمیدونی، توی ضعفی داری، از آدمش بپرس، با اینکه سخت شنیدنش، دردشو بپذیر و بهبودش بده. و این زندگی منو یه بخشیشو تغییر داد. همیشه من تعریف تو رو میکنم، اینو صادقانه دارم میگم. خب حالا میخوام اینو چی بگم. الان یکی داره ویدیوکست رو نگاه میکنه، پادکست حالا داره گوش میده. آقا میلاد اینا چی میگم؟ عرض زاکری داره چی میگه؟ آقا مسیر سخته، دردش میاد. اتفاقا همون استاده که یک من فرمولی دارم که فلان است و فلان است و دلش میخواد بشنوه، 90% تخفیف امشب میتونی بخری. دقیقاً. ولی میخوام اون کار نمیکنه. اگه میخوای تغییر کنی یه جایی باید سیلی واقعیت رو بخوری. این واقعیت. آفرین. به نظر من همین پذیرفتن، ببین یکی از چیزایی که تو زندگی خیلی به من کمک کرد اینه که تعصب نداشته باشم. هممون میزانی تعصب داریم، شعار نمیخوام بگم ولی همین که تو گوشت شنوا باشه. آقا یکی اگه اومد بهت گفت ببخشید میلاد تو این صورتت کجه، شاید داره عقده خودشون میگه، شاید درسته. شاید یه فکری کن حالا در بذار برم من ببینم چی میگه. اگه حرف حساب میزنه شاید انتقاد اون آدم به رشد من کمک کنه. اتفاقا من باید قدردانش باشم. ببین ما متاسفانه یه خصلتی که انسان داره اینه که ما دنبال تایید گرفتنیم. از تایید گرفتن ما، از این علاقه به تایید گرفتن ما همه سوء استفاده میکنن. چت جی پی تی که میگن ای آی منطق مطلقه، اون داره از این سوء استفاده میکنه، تاییدت میکنه، همش داره تاییدت میکنه. آره میلاد جان تو عالی هستی. یک پسر به من مثلا من باش صحبت میکنم، خب من متوجه تو از نظر یک مرد آلفا برم شارژشو بخرم، بعد $20 بدم، به من گفت آلفا بپرم و خوشحال بشم. پس ما باید همیشه واقعا متوجه این باشیم که بتونیم از کسایی که فکر میکنیم به قول توی مسیری از ما جلوترن. خب ممکنه تو 100 تا مسیر از ما عقب‌تر باشه، تو این یه دونه مسیر من میدونم آقا من ضعف دارم. مثلا تو یه آدمی هستی که بیزنس خیلی عالی داری ولی توی بحث ورزش خودتو سپردی دست مربیت، من دارم میبینم و داری استفادهشو میکنی. شاید تو بحث بیزنسی با اون آدم نتونی اصلا کاری بکنی ولی توی حوزه تخصصی خودش تو سپردی دست اون. اگه بخوای مدعی باشی که من یه آدمیم خودم میدونم چه کار میکنم، اگه تیپتو بخوای خودت درست کنی، عطرتو بخوای خودت درست کنی، مدل موتو نخوای از کسی مشورت بگیری، خب نمیگم بد میشی ولی به پرفکت بودن نمیرسی. دقیقاً بعضی که موفقیت وقت نمیشن تعصب دارن، گوش نمیکنن چی دارم. تعصب خیلی بده. من
وقتی پیش آدم موفق میشم دونه به دونه کلمه به کلماتشون رو یادم میمونه. خدا شاد. یعنی با همه وجودم گوش میکنم که چی میگه. ولی آدما خیلیشون گوش نمیکنن. چرا؟ چون گفتم دیگه نمیخوان سیلی واقعیت رو اگه بخورن. تاییدش باشه گوش میکنن. آره. اگه بخواد مثلا به من بگید تو چقدر خوبی فلان اینا، آره ایول دمت گرم. من همیشه یه چیزی میگم اگر عاقل ترین یک جمعی بترس، اگر جایی هستی که از همه باهوشتری بترس، اگر جایی هستی که از همه پولدارتری بترس، جا تو باید عوض کنی. اینا دارن میذارن زیر، به قول معروف چی میگن، زیر کتت میگن، یه چیزی میگن، یعنی اینا دارن الکی پرت میکنن. برو یه جایی، واقعا این لفظ خیلی درسته که کوچیک جمع بزرگا باش، اون جایی که رشد میکنی. یه کتاب داشتم میخوندم میگفت محلت رو عوض کن و از این چیزا باید بترسی. من معتقدم همون چیزی که گفتم، اگر بهترین یک جمع هستی بعضی موقع شاید اون جمع رو باید درست‌تر انتخاب کنی، چون چیز جدید رو کجا یاد میگیری؟ توی جای جدید. شما فکر کن الان داری پینگ پونگ بازی می‌کنی با یه آدم ضعیف، آیا تو پینگ پونگت هیچ وقت خوب میشه؟ نه. با یه آدم حرفه‌ای تر اگر بازی کنی تو پینگ پونگت حرفه‌ای تر میشه. دو تا چیز یاد میگیری. اصلا ذهنت عوض میشه. دقیقاً. اگه من یه جایی که یه نفر باهوش‌تر از منه باهاش حرف بزنم، یه چیزی یاد میگیرم و این خیلی نکته مهمی از دید من. میلاد تو عینکی هستی یا این عینکت فلسفه‌اش چی میشه اینو درش بیاری من بدون عینک؟ نه این الکیه، شیشه است. تو عینکم یعنی نیستی؟ آره عینکی نیستم، ولی خب منو بدون عینک خیلی کم میشناسن. این عینک از خود من معروف تره. یعنی واقعا میگم عینک از من معروف تره. مثلا من یه جایی که عینک نمیزنم خیلی وقتا نمیشناسنم، حتی کسایی که بام قرار کاری دارن. شده رفتم توی رستوران، خب بعد مثلا سلام علیک کردیم، نشستیم، طرفم مثلا نشسته صاحبمون مجموع، بعد آخرشون خودش نمیاد. خود کی؟ خود میلاد. آقا میلاد مثلا خودش هم دیگه. عینکت کو، چون این انقدر تابلوه. خیلی تابلوه. بعد یه مشخصه ظاهریه که همه مثلا پیش خودش مثلا تو منتظر منه و من ندیده، میگه الان یه نفری با عینک قرمز میاد. اصلا از اولش هم ولی فکر کنم هدفت همین بوده دیگه واسه برندینگ. آره اصلا من هیچ وقت عینکی نه. بعضیا میگن مثلا لیزر کردی مثلا. واقعا عینکی نبودم. اگه هم عینکی بودم قطعا تو طول در سطح شهر عینک قرمز نمیزدم راه بیفتم برم. خیلی تابلوه. واسم تعریف کنید چرا عینک قرمز چجوری مثلا این انتخاب ببین شد؟ وقتی میخواستم کارمو شروع بکنم، چون من گفتم من بک‌گراند کارم تبلیغات بود، با برندینگ آشنا بودم، دنبال یه مشخصه ظاهری بودم که منو متمایز کنه و به یاد بمونه و یه چیزی باشه که چند تا ایده داشتم برای این. یکیش این بود که مثلا کت شلوار و کراوات همیشه بزنم. خب این خیلی محدود کننده بود که شما همیشه کت شلوار کراوات، خب یه چیزی سخته. خب که نزدی. آره. یکی دیگهش کلاه بود. خب من دیدم که مثلا کلاه، حالا اون یه کلاهی با یه رنگ خاص مثلا که این همیشه باشه، نه اینکه عوض بشه. دیدم خب ممکنه به مثلا تیپ متفاوت من نیاد. یکیش دستمال گردن بود. خب اونم نمیخورد، نمیشد. آره. تنها چیزی که خیلی راحت بود استفاده کردن ازش و اینکه تو میتونست تو کیفت باشه، همیشه همراهت باشه، بزنی و برش داری، هیچ کاری نداره، با بقیه ظاهر تو کار نداره، میاد این رو تموم میشه میره. عینک بود. بعد گشتم اول مثلا به عینک نارنجی فکر کردم و میخواستم یه چیزی باشه که متفاوت ترین باشه. یعنی شما هیچ وقت در، حالا این که دارم میگم مال 10 سال پیشه، ولی همین الانم در توی شهر هیچ پسری رو نمیبینی عینک قرمز بزنه. من رفتم دنبال عینک، یعنی ایده‌شو که انتخاب کردم رفتم دنبال تو بازار عینک فروشا دنبال عینک قرمز و اصلا عینک قرمز فریم مردونه وجود نداشت. یعنی عینکی که فریمش تو صورت من صورت بزرگیه، عینکی که اندازه صورت من باشه قرمز باشه وجود نداشت. به هر کس میرفتم میگفتم عمده فروش عینک، مثلا میگفت عزیزم برای چه عینک قرمز میخوای؟ مردونش هستی یا مردونش؟ مسئله چیه؟ نهار خوردی؟ چیزی خوردی عزیزم؟ شام خوردی؟ و حالا من توضیح نمیدم من برای چی میخوام، پیدا نکردم. این قضیه که دارم میگم برای سال 95
اون موقع به این راحتی نبود و اصلا باب نبود خرید از خارج از کشور. الان کلی سایت هستن که شما میتونید از خارج از کشور سفارش بدید. من اون موقع گشتم و یه لینکی پیدا کردم که بتونم از آمازون آمریکا عینک قرمز فریم مردونه پیدا کنم. از اونجا خریدی؟ آره از آمازون خریدم. حدود 40 روزم طول بیشتر 2 ماه. خیلی خوب. اصلا همین الانم شما بخوای از آمریکا یه خریدی انجام بدی باید از طریق واسطه تو ایران این کار انجام بدی، طول میکشه. 2 ماه منتظر بودم این عینکه اومد. البته این شروع کارم نبود، قبلش یه مدتی کار کرده بودم و بعد به یه نتیجه رسیدم که خب من الان میخوام متمایز باشم. چون به یک چیزی معروف باشم. آره میخوام که این یه چیزی باشه که یادشون بمونه مردم. این تفاوت رو یادشون بمونه. بعضیا به صورت خدادادی اینو دارن. کلی از بلاگرها آدما مثلا کلا کاراکترش یه جوری مثلا یه جوریه که اینو داره. یه سری مثلا یه سیبیل خاصی دارن. یه سری مثلا مدل موی خاصی دارن. یه سری صداشون خاصه مثل اهورا نیازی مثلا. آره یا مثلا هر چی مثلا یه تیپ خاصی داره، استایل خاصی داره. خب من اینو انتخاب کردم. عالی بود. آره این الان میگم این الان از من معروف داره. این خودش الان ماهی 500 میلیون درآمد داره. تنهایی برای خودش زندگی کنه میتونه زن و بچه مثلا برای خودش داشته باشه. برمی‌دارم دیگه. نه از خیلی جالبه که از همون موقع فکر این برندینگ بودی و الان تازه باب شده. میگن آقا مثلا نیچ کار کن که به یک چیزی مثلا شناخته بشی. تو بیزینس ها میگن یه هیتر رو بردار که مثلا این به این چیز معروفه، ولی تو از اون موقع به فکر این داستان بودی. من گفتم من خیلی آدم فکر کنیم. مثلا خیلی از دوستان مثلا به شوخی میگم میلاد همش داره فکر میکنه. واقعا همش دارم فکر میکنم. من فکر میکنم. از بچگی هم اینجوری بودم. میرفتم تو جهان خودم مثلا فکر میکردم به چیزهای مختلف. بعد این چیزایی که حالا مثلا یه چیزای ایده های آشپزی یا اونایی که تو کارم نمود پیدا میکنه، اینا همش اینجوری نیستش که یکی بیاد بگه. حتی این ایده عینکو من کلی دوست خیلی باسواد دارم تو حوزه تبلیغات. من ایده عینکو با چند تاشون مطرح کردم و همشون رد کردن. همه گفتن این بده، ولی من و راست میگفتن. یعنی میگفتن آقا این خیلی جلفه، برو مثلا این کار با کلاستر بکن مثلا. ولی من یه درسی گرفتم محمد رضا. چه درسی؟ اینه که وقتی یه ایده ای داری، اولا ایده تو سعی کن با کسی زیاد مطرح نکن. آفرین. ولی اگر مطرح کردی و از 10 نفر 8 نفر بهت گفتن خوبه، اون ایده رو بیخیالش شو. به خاطر این اون ایده دم دستیه و تو حاشیه امن آدماست. اگه از 10 نفر 7 نفر یهو گارد گرفتن جلوت، بدون که اون ایده کار میکنه. البته حواست باشه ممکنه که اون ایده تو بالا رفتن از دیوار مردم باشه که از 10 نفر بگن نه. داریم توی مسیر درست صحبت میکنیم و یه ایده جدیدی که قطعا آسیبزا نباشه، مثلا قرار سلامت خودت یا چیزی به خطر بندازی. ولی اتفاقا البته این حرف منم نیست، یه جایی هم خونده بودم که وقتی عده زیادی دارن باید مخالفت میکنن برای یه ایده کاری یا ایده شغلی، روی اون ایده بیشتر فکر کن. چون یه چیز غیر معمولیه برای بقیه. معمولا آدما با چیزایی که زیاد باهاش آشنا نیستن یا توی اون دامنه فکریشون نیست سریع مخالفت میکنن، پسش میزنن. چیزی که آشنا نیست تو باش اینطوری بگم. دقیقاً. من همیشه اینجوری میگم تو تصمیم‌های بزرگ میگم همیشه برو با متخصصش مطرح بکن، ولی تصمیم آخر خودت بگیر و بعضی موقع مثلا به قلبت رجوع کنی و آره اون کاری که خودت دوست داری بکن. آره. من همیشه میگم مثلا ببین عکس 90% تصمیمای ما، میگم ببین مثلا بعضی میترسن انجام بدن. میگم ببین حالا چی میشه مثلا نشد چی میشه، میمیری. معمولا مثلا من اینجوری مثلا میگم آقا دیگه اگه یه چیزی تو رو نکشه من قوی ترت میکنه دیگه. اگه واقعا مثلا یه کاری میخوای بکنی آقا نشد، خب نشد.
تو هم البته کلا راحت میگیری. من یادمه مثلا گفتی همون زمانی که بحث عطر و اینا کردیم گفتی که آرزا برو بابا یه بنزی بیام یه چیزی بخر، حالا فوقش 150 تومن 200 تومن گرونتر میخری دیگه. گفتم بابا 150 تومن 200 تومن همینجوری 200 میلیون میگفت مهران مدیری. واسه تو 200 میلیونه. ولی میدونی به خاطر ترس از اشتباه دارن خیلیا. یعنی همون موقع رو من بخوام بگم من واسم سخت بود که اشتباه کنم، ولی واقعا راست میگی دیگه. من خودم به این نتیجه رسیدم. هیچی نمیشه. آقا من میگم مثلا خیلی از دوستان من دور و بریام مثلا میتونن یه ماشینی که دوست دارن رو بخرن، حالا یه خورده هممون به فشار میافتیم اینطوری راحت هم که پول تو بعد مثلا پیش خودش فکر میکنه نه نمیکنه، هی نمیکنه. میگم ببین بشین بنویس رو کاغذ، تو این ماشینه رو میخوای بخری تو بازار ما، مثلا راجع به همین خودرو، تو هر ماشینی اگه بخری، اگه دست دوم بخری، موقع فروشش دیگه خیلی بد شانس باشی مثلا 10% ضرر میکنی. خیلی بد شانس باشی مثلا بگیم آقا دلار ریخت، مثلا این اتفاقی که نمیفته معمولا رو به رشده، یا مثلا واردات آزاد شد، آقا 10%، 20%، اصلا 20%، اصلا 30% خواهی ضرر کنی. آیا این 30% ضرره ارزش اینو داره که تویی که یک بار قرار زندگی کنی و تو موقعیتش هم بودی، آقا اون 206 که دوست داری و تو موقع میتونستی جمع و جور کنی خودتو بخری، نخریدی برای اون 30% ضرر؟ کی به من تو تعهد داده که ما سال دیگه این موقع هم هستیم در این جهان؟ من نمیگم بی کله برو جلو، ولی یه جاهای مدیون خودت نشو. اگه میتونی امروز اون سفره که دوست داری بری لطفاً برو. منتظر نشو یه زمانی شرایطت انقدر پرفکت بشه که بدون دغدغه بری. هیچ وقت اون اتفاق نمیفته. شاید نیفته، شاید هم بیفته، ولی دم و دریاب. اگه امروز میتونی این کارا رو بکنی، آقا اگه من باور کن اون موقعی که درآمد پایینی هم داشتم بهت گفته بودم قبلا، من دوست داشتم مثلا گفتم آقا این عطر خوبه، من عطر گرون. بعد مثلا یکی از همکارام میگفت مثلا من از اون سال که دونتوس میزدم، من کارمند بودم، خب واقعا نه خانواده پولداری داشتم. بعد مثلا همکارم مثلا میگفتش که ببین اینی که تو داری میگیری این برای حقوق مای 5 میلیون نیست، باید حقوق مای 50 میلیون باشه. گفتم اوکی، ولی من امروز دستم به این میرسه، شاید اونی که 50 میلیون حقوقش مثلا سفر اسپانیا هم میره، اونو نمیتونم برم، اینو که میتونم بگیرم. خب چرا منتظر باشم؟ امروز لذتشو میبرم دیگه، تو دلم نمیمونه. من همیشه اینجوریم. من برای خودم یه چیزی دارم، انگار خودم دوتام. یه مدیره تو ذهنم، یه نفری که داره میدوه تلاش میکنه مثلا این کارو جمع و جور میکنه پول در میاره، یه مغز متفکرم وجود داره. اون مغز متفکره میاد به این پاداش میده. من به خودم پاداش میدم، اصلا هم خساست به خرج نمیدم. دلم میخواد دلم میخواد مثلا میگم این فلان چیزو میخوام. مثلا اگه یه نفری که باشه مثلا مغز اقتصادی فلان میگه آقا الان دلار بخر، طلا بخر، بذار سال دیگه فلان، عینشو میرم خرج میکنم، لذتشو میبرم. واقعا هم لذتشو بردم. پیش خودم میگم آقا کی به ما تعهد داده ما سال دیگه هستیم که الان طلا بخرم بذارم گوشه خونم که سال دیگه بشه 3 برابر. بعد دلم میخواسته برم مثلا فلان چیزو بگیرم اشغالشو بکنم نکنم، برای اینکه و به خودت هم که پاداش میدی انگیزه میگیری که خب بیشتر کار کنی دیگه. طبیعتا درس آقا تو به همون که گفتم یه مدیر تو ذهنم. تو مثلا توی هر اداره‌ای، هر شرکتی، هر چیزی، تو وقتی یه پرسنل داره خوب کار میکنه بهش پاداش ندی، اگه قهر نکنه بره فوقش دیگه اونجوری برای تو مایه نمیذاره. خودت هم همینی. بعضی موقع باید به خودمون پاداش بدیم تا اصلا باید حرکت کنیم. اصلا انسان، حتی خودت به خودت، تو باید حتی ریز کوچولو نمیگم برو منفجر کن. آقا امروز روزی بوده که من میلاد پاداشی که میتونستم به خودم بدم غذا خوردن توی رستوران بوده، به خودم دادم. مثلا همه میگفتن آقا اینجا جای بچه پولدار است، خب من نبودم ولی میتونستم اونجا اون روز غذا بخورم. رفتم گفتم ببین رفتم. بعد یه نکته داره، تو وقتی که هر بار که یه چیزی رو تجربه میکنی که مغزت خوشش میاد، ناخودآگاه تلاش میکنه که اون تجربه رو تکرار بکن.
رفتی یه جا همیشه میرفتی مثلا کباب ارزون میخوردی، یه بار رفتی کباب گرون خوردی، خوشمزه کباب 200,000 تومانی اینه، ما همیشه 50 تومانی میخوردیم، این پولدارا ببین چه حالی دارن میکنن. خب حالا چیکار کنم؟ حالا برای اینکه بتونم تجربه خوردن کباب 200,000 تومانی رو تکرار کنم، باید تلاشمو بیشتر کنم، باید راه جدیدی برای کسب درآمد پیدا کنم. دیگه کار نمیکنه داداش، دیگه تو تجربه رو کردی. آره. یا نکن یا وقتی که مثلا دارم میگم وقتی که یه کتونی اورجینال میپوشی، خب عین همون فیکش هم هستا، هیچ کس هم نمیفهمه، خودت میفهمی که هیچ کی نمیفهمه تو پات. همه اینو میگن دیگه. ساعت مثلا، حالا من ساعتم معمولیه، اونایی که ساعت دوست دارن، مثلا رولکس مثلا $8,000 $12,000 دستته، اگه فیک $500 هم باشه هیچ کی نمیفهمه، ولی خودت میفهمی و اون خودت هم ذهنیت رو عوض میکنه. برای من تو جهان من خودم مهمه. من دنبال نیستم مثلا یکی بگه میلاد چی کار کرد، من دارم بر خودم زندگی میکنم. عالی. میلاد عادت عجیبی داری که تو رو حالا موفق کرده باشه؟ چرا میخندی؟ نه یه عادتهای عجیب هم منشوریه، نمیتونم نه جدی، ولی که چی که موفقم کرده باشه. آره همون عادتهای عجیب. آره عادتهای عجیبی داری که مثلا همون باعث موفقیت، یه بخشی از موفقیت بوده. ببین اولا موفقیت، من گفتم من خودم خیلی آدم موفقی نمیدونم. خب من ازم خیلی خودخواهانه است که آدم بیاد بگه من موفقم. نه، موفقیت اولا موفق تو چی؟ خب موفق تو چی؟ مثلا همون صحبت قبلیمون که گفتیم هر چیزی 4 تا شعله داری 2 تاش خاموش میشه، اونی که مثلا تو این موفقه یه جای دیگه داغونه اوضاعش. برای منم همینه، من تو بخشای از زندگیم اصلا موفق نیستم، تو بخشای از زندگیم خب نسبتا موفقم. ولی همون عادتی که گفتی، عادت من استمرار هستم توش، میدونی جا خالی نمیکنم. بارهای بار شده شکست خوردم و مثلا دیگه ناامید شدم، از بیرون از درون مشکل خوردیم، 1000 تا داستان بوده. اگه بخوام یه عادتی رو بگم که دارم و باعث شده که حالا به قول تو موفق باشم، اینه که استمرار موندم توش، پر رو بودم تو این زمینه ها. حالا میگم باز نمیشه بگم این آدم همه جای زندگیش اینجوریه، یه جایی ول کردم مثلا یه بخشای دیگه از زندگیمو ول کردم، ولی توی این کاره پررویی موندم. هی گفتم بذار یه کار جدید بکنم، بذار اینم امتحان بکنم، بذار این کنم. از یه بزرگی هم داشتم من میشنیدم میگفتن که بهش میگن چجوری موفق بشیم و جزء نفرات اولیه هیته بشیم. گفتش که برو تو صف موفق ها و تو صف بمون. همون آره. یعنی تو اول بخوای که موفق شی و تو اون صفی که بمونی خواه نخواه بالاخره نوبت تو هم میشه. این میشه همون استمراره دیگه. یعنی هم خواستنش هم استمرار موندن داخلش. تو صفحه موندن خیلی حتی اگه نمیدونی آخرش چی میشه، ولی اگه یه موضوع دوست داری. و یه نکته دیگه هم که هست اینه که با توجه ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که آدما مثلا میخوان تازه کارشون رو شروع بکنن و اینا، اون من همیشه میگم چیزی رو انتخاب کن برای فعالیت، نه اینکه چی الان ترنده، چی توش 2 نفر پولدار شدن، چی من دوست دارم. داغون ترین موضوعی هم که در جهان فکر میکنی اگه عاشقانه انجامش بدی، تو از تو همون پول خوب در میاری. چیزی که هیچ کی فکرش هم نمیکنه، تو از تو اون پول در میاری. من همیشه اینو میگم موتوری که باعث میشه من بمونم توی اون داستان اینه که اون کاره رو دوست دارم. اگه دوستش نداشته باشم، با اولی نه دومی نه سومین شکست میگم ولش کن، من که دوستش نداشتم، موفقم که توش نیستم، چیکار دارم میکنم؟ راضیم نمیکنه، ناراحتم. ولی وقتی یه چیزی رو دوست داری، مثل رابطه عاطفی میمونه. دیدی یکی رو دوست داری، با همه بدبختیاش میمونی پاش، دعوا میکنین، میزنین سر کله هم، ولی میمونین. ولی اونیه که دوستش نداری، اولین بار تلفن رو جواب نداد، دیگه جوابشو نمیدی. همینه واقعا، دقیقاً همینه. مسئله ما آدما مسئله اینه که ما باید دنبال عشق و علاقمون باشیم، هر چی که میخواد باشه.
و البته چه بهتره که تو اون عشق و علاقت استعدادت هم پیدا کن. دقیقاً. دم شما گرم. تا حالا خداییش میدونم که البته تا همیشه صادق بودی درجه که، ولی شده مثلا پول حالا لازم داشته باشی دیگه، دوست داشته باشی که به هر حال این تبلیغ رو انجام بدی، با اینکه حالا میدونی کیفیت اون رستورانه اون خوب نیست ولی برام انجام بدم. آره خیلی‌ها میپرسن. ببین الان براش موضوعی یعنی تو ذهنم نیست که بگم این، ولی مطمئنم که اتفاق افتاده. اگه هر کسی به نظر، حالا خودمو میگم، هر کی بگه نه دروغ گفته، ولی برد من اینجاست که اگه 100 بار تو موقعیت قرار گرفتم، مطمئنم پیش وجدان خودم 98 بارشو گفتم نه. آفرین. 2 بارشو شاید باخته باشم و من همیشه میگم ما نه معصومیم، نه نمیدونم خیلی خفنیم، نه نابغه‌ایم، نه، ولی واقعا پیش وجدان خودم خیالم راحته که اگه 100 تا مسابقه اینطوری با وجدانم دادم، بالای 95 تاشو بردم. آفرین. اینم در طول سالها بالاخره هممون اشتباه داشتیم. خودت هم قطعا توی کار تو مثلا آگهی گیرنده هستی، مطمئن برای مثلا غیر ممکنه پیش نیاد 1-2 نفر آگهی کردی یارو خراب از آب در اومده. دقیقاً. شاید اصلا فکرش هم نمی‌کردی. شده. ولی من دقیقاً به این افتخار میکنم. یادم سال 99 1400 اینا بود که خیلی پیش بینی و اینا تبلیغ میکردن به من 3 تا بیت کوین پیشنهاد دادن که تبلیغ شرط بندی بذار. واسه 5 تا تبلیغ تو استوری. شرط بندی؟ آره و من نذاشتم طبیعتا. اگه میذاشتی الان دیگه آزاد میشدی. همون سالا میرفتی تو. نه کار خوبی کرد. هوشمندانه بود، ولی منظور این که واقعا همیشه من بچه‌ها میگم اولا اگر تبلیغی به درد بیزینس ها نمیخوره. $360,000 داشتی؟ 100 چنده الان؟ 100,000 الان آرست بودن 100,000 تا. آره $300,000 میومدی بیرون دیگه زندگی جدیدی شد. کلی هم تجربه داشتی. آره تجربه بد. آدم هیچ وقت ضرر نمیکنه از اینکه لااقل اونی که زندگی درست، واقعا مسیر درست انتخاب کرده، همیشه باعث افتخارت میشه و اون بهت انگیزه میده اتفاقا که مثلا میگه آقا من به فلان چیز اشتباه نگفتم، بهت یه عزت نفس دوچندانی میده. آره ما مثلا همیشه بچه تیم میگن اگر تبلیغی واسه اون بیزینس خوب نبود نگیرید، اگر تبلیغی توی قوانین کشور نبود نگیرید، اگر تبلیغی مثلا میدونی که بهش مثلا تبلیغش بی‌کیفیته، چون میدونی اگه تبلیغ بد باشه یعنی درست به تو آسیب میزنه، هم من آسیب میزنه هم جواب نمیگیره. آره. و اینا رو ما همیشه، من این شکلی بود همیشه که به قول تو از 100 بار واقعا 98 بار ما گفتیم که این کارو انجام ندید. حالا دوبارم دیگه بالاخره میگن هر غلطی بالاخره هر املایی 2 تا غلط توش پیدا میشه اگه خیلی سختگیرانه نگاش کنی. ولی آدم پیش وجدان خودش خیلیش راحت باشه به نظر من. و آخرین موضوع، من چون که خیلی میدونم مثلا با هم دوستیم، دیدم میگن آقا این بلاگرهای فود هیچ کاری نمیکنن پول مفت میگیرن. خب بیا شما هم بلاگر فود بشو. آره اگه اینجوریه این از چی میاد؟ ببین مثلا خیلی وقتی که آدمای موفق میگن حالا مثلا هیچ کاری نکنین، تو 2 روز پیش مثلا هیچ کاری هم نمیکرد الان موفق شده، از این حرفا. یه اصطلاح بدی داره. آره. تا 2 روز پیش. ولی واسه بلاگرای فود باز بیشتره، یعنی احساس میکنن چون که توی یه لذتی هم میبره. آره دیگه خیلی بیشتر هر روز یه میز پر از غذا و اینم نشسته میخوره. آره. ولی میخوام تو یکم در موردش توضیح بدی که از سختی‌های کارت هم به ما بگی و به نظرت این دیالوگ از کجا میاد که اینو میگن؟ ببین از عدم آگاهی میاد. تو نمیدونی که طرف اولا چه راهی اومده به اینجا رسیده، بعد چه هزینه‌ای داره میده برای تولید اون محتوا. هزینه منظورم ریال نیست، خیلی چیزا توش. و اینکه چقدر داره تلاش میکنه که بمونه. ببین من یه چیزی معتقدم، بذار اینو راحتت کنم، واقعا اینو عمیقاً بهش معتقدم، فکر کنم هر کس هم اینو با منطق خودش حساب کنه به این نتیجه میرسه. شما الان برو تو خیابون، کسی حاضره مثلا به 100,000 تومان الکی بده؟ کسی میده؟ مثلا برو التماس کن آقا 100,000 تومان بده. اگه هم یکی بده با 1000 تا منت مثلا چیز. پس بنابراین پول مفت وجود نداره.
تو برای اینکه خیال خودت رو راحت کنی، برای اینکه ذهن خودت رو آروم کنی که من اون درآمد رو ندارم و چیز کنی، اون آدمه رو خراب میکنی، میگه اون پول مفت میگیره. من اگه اینقدر زرنگم، اینقدر آدم کلاهبرداریم که 2500 تا رستوران در طول 10-8 سال به من پول مفت دادن و غذای مفت دادن، خب من یه نابغه ام مثلا. منو باید مجسمه‌مو بسازی بزنی سردر مثلا شهر کلاهبردارا. مگه داریم همچین؟ پس این حرفه ما با منطق داریم صحبت میکنیم. من نمیخوام از خودم تا الان اینقدر قانع نشده بودم خودم. آره میخوام بگم آقا اصلا امکان نداره. یعنی چطوری ممکنه یه نفری اینقدر زرنگ باشه که سر 2500 تا صاحب کسب و کار که آدمای بازاری هم هستن، آدم بازاری هم با آدم من خودم کارمند، با آدم کارمند فرق داره. تو شاید سر یه کارمند رو بتونی راحت‌تر کلا بذاری چون کارمند بودن اجازه دارم این حرف بزنم، تا اینکه سر یه بازاری رو. من اگه 2500 تا رو سرکیسه کردم، غذا مفت خوردم، فلان کردم و خیلی خفنم. پس بیاین دوره های کلاهبرداری با میلاد رو چگونه غذای مفت رو در طول 8 سال بخوریم. من حتما ارزش افزوده بیش از آن چیزی که از اون گرفتم به اون دادم قطعا. که تونستم 8 سال بمونم توی این کار و 2500 تا رستوران، عدد بزرگیه، 2500 رستوران به من پول پرداخت کنن بابت که من گزارششون رو بگیرم بذارم پیجم. حتما این اتفاق افتاده. اگر تو مؤثر نبودی به 100میش هم نمیرسیدی. مگه این بیزنسه چقدر بزرگه؟ این آدما همه میشناسن تو هر صنفی. توی صنف پزشکا امکان نداره تو سر 100 تا دکتر کلا بذاری 101 هم بتونی سرش کلا بذاری. مگه میشه؟ اینا همشون یه اجتماعی هستن با هم دیگه، بالاخره ارتباط دارن. بگو همه آدما. پس بنابراین من نمیخوام بیام تعریف کنم که چه شد و چه کردیم. میخوام بگم منطقی اگه به قضیه نگاه کنی نمیشه اینطوری باشه. و به نظر من کسی که حسودی میکنه، کسی که میگه فلانی پول مفت در آورد، کسی که مسخرت میکنه، به نظر من البته یک فریاد درونی اون آدمه که بابا میگه تو هم میتونی، برو انجامش بده. خب یعنی حسرت اینو میخوره که شاید بتونه اون کار انجام بده ولی از خودش ناراحته، یعنی اون خشمه رو، ولی میاد چیکار میکنه دیگه، زورش نمیشه. مثل بچه‌ای که زورش نمیشه کاری انجام بده بعد گریه میکنه، این غر میزنه، این مثلا میاد تهمت میزنه، این میاد گلايه میکنه. من اینجوری میبینم شخصا. خب برای اینکه راحت ترین راهش اینه دیگه. آره ببین مسئولیت رو نپذیری. آره بگیم اینا که بابا اینا الکیان. دقیقاً اگه بخوایم بپذیریم که طرف یه کاری کرده، اون وقت اول خودم میرم زیر سوال دیگه. خب تو چرا نمی‌کنی؟ تایید دیگه نمیشی دیگه. آره این تو مدرسه دیدی مثلا از مثلا 30 تا شاگرد 27 تاش درس نمیخونه، اون 3 تایی که درس میخونن رو انقدر اون بقیه مسخره میکنن. آره در واقع اونا دارن کار درست میکنن، اون پدر مادره همشون دارن میفرستنشون که مثل اون 3 تا باشن. آره. ولی اون 3 تا میشن بچه خرخونه، نمیدونم پاچه خار و این چیزا، هزار تا چیز بهشون میبندن که اونو بده کنن که چون حال نداره مثل اون درس بخونه دیگه، دوست داره بازی کنه. خب برو بازی تو. آخرش اون به قول ما بچه بودیم پدر مادرم میگفت آره جامعه رفتگر و دزد و اینا فلان و اینا هم میخواد، حالا رفتگر و عزیز دلم جسارت نباشه. ولی منظور اینه که جامعه مثلا شغل پایینم میخواد. و آخرین سوال، خیلی اینقدر خوش بیان و درجه 1 هستی که من واقعا دلم نمیخواد کنار تو اینجوریه. من اصلا آدمی نیستم زیاد حرف بزنم، ولی مثلا با تو میرسیم همیشه داریم حرف میزنیم، همیشه هم گپامون جواب میده. میگم حالا تو زندگی، توی حالا کسب و کار، هر چیزی اگه بخوای فرمول بجز مثلا حالا همون تلاش کردن و استمرار که به نظر من جزء لاینفک که به هر حال بازی موفقیته، توصیه نهایی بخوای با آدم‌ها یه صحبتی بکنی، دلت میخواد این پیامه به گوش همه برسه، اینو چی میگی؟ چیز به ذهنت الان میرسه؟ آره ببین، البته که من خیلی دنبال حرفای شعاری نیستم، اصلا در ابعاد و حد و اندازه‌ای هم نیستم میخوام توصیه‌ای برای کسی داشته باشم، ولی فقط
یه چیزی تو شرایط فعلی که الان هست، اونم چیزی که زندگی خودم انجامش میدم، صبر کن. صبر کن، میگذره. اگه تو هر شرایطی هستی که الان برای خیلی هم میدونم شرایط خوب نیست، فقط بدون که قرار نیست همیشه اینجوری بمونه. ناامید نباش. اینم شعار نیست، میگذره این روزا. دووم بیار، تو بازی بمون، بدون که همیشه سرپایینی نیست. یه روزی هم میری سربالایی. آره یه روزی میری بالا. آره. به قله میرسی. حالا قله نه آخه چون که سرپایین و بالایی بود گفتن که اینا اینجوری. قله رو من دوست ندارم اصلا کلمه‌شو. ولی بالاخره حالا سرپایین و سربالایی، بالاخره منظور اینه که حالا شاید کلمه‌شو چیزی هم درست نیست. معمول سربالایی سخته. درسته. آره تو از اون جهت درست. ولی منظورم بود که دائما یکسان نباشد کار دنیا. واقعا غم مخور. تایمی میرسه که دنیا آسون تر میشه. معمول و جهان این شکلیه دیگه. برای ما هممون تجربه کردیم. اصلا این قرار بود همیشه تو همه چی برات اتفاقی که دوست داری بیفته که اصلا دنیا دیگه شیرین نبود. میشه بهشت دیگه. مثلا باید میشستی فقط لذت میبردی. ولی اگه کسب و کاری میخوای شروع کنی، الان تو سختی هستی، اگه تو معذوریت مالی هستی، اینا بدون که صبر داشته باش، درست میشه. یا اینکه عادت میکنیم بهش، باز آسونتر میشه، یا اینکه شرایط بهتر میشه دیگه. دم شما گرم، لذت بردم میلاد جان در کنار. عزیز دلم، مرسی ازت، مرسی از دعوتت. مطمئنم این برنامه‌ت هم مثل همه پروژه دیگه حسابی پرطرفدار میشه. قربونت برم، فدات شم. مرسی. قربونت.